تصور کن لندن سال 1605 را. هوا سنگین است، شهری بوی دود و رطوبت می‌دهد و زیر ساختمان پارلمان مردی ایستاده میان بشکه‌های باروت. اسمش گای فاکس است. قرار است چند دقیقه بعد تاریخ را منفجر کند. هدفش ترور پادشاه وقت انگلستان، انگلند و نابود کردن ساختار قدرت است. اما نقشه لو می رود. او دستگیر می شود، شکنجه می شود و در نهایت در ملأ عام اعدام می شود. از نگاه حکومت او یک خائن بود، از نگاه خودش یک مبارز مذهبی و از نگاه تاریخ یک پرونده بسته. اما تاریخ بعضی وقتا شوخ طبع‌تر از اونه که ما بهش فکر می کنیم. قرنها می گذرد، نام گای فاکس کم کم تبدیل می شود به یک مراسم سالانه در بریتانیا. شب گای فاکس با آتشبازی و سوزاندن مجسمه‌اش. انگار جامعه تصمیم گرفته باشد شکست او را جشن بگیرد. اما دهه 1980 میلادی همه چیز را تغییر می دهد. نویسنده‌ای به نام آلن مور و تصویرگری به نام دیوید لوید کمیکی خلق می کند به نام وی فور وندتا. در این داستان بریتانیا زیر سلطه یک حکومت تمامیت خواه است. قهرمان داستان مردی است با شنل سیاه و نقابی سفید، با سیبیل‌های تاب داده و لبخندی ثابت. آن لبخند گای فاکس است. اینجا یک تغییر ظریف اما عمیق اتفاق می‌افتد. گای فاکس دیگری فقط یک شخصیت تاریخی نیست، او تبدیل می‌شود به ایده. وقتی فیلم وی فور وندتا در سال 2005 اکران می‌شود، آن ایده از کاغذ بیرون می‌آید و وارد خیابان می‌شود. ماسک‌ها تولید می‌شوند، فروخته می‌شوند و کم کم روی صورت مردم ظاهر می‌شوند. اما چرا این ماسک تا این حد محبوب شد؟ شاید چون صورتش خشمگین نیست، لبخند می‌زند. لبخند آرام، مطمئن، تقریباً طعنه‌آمیز. وقتی کسی این ماسک را می‌زند، دیگر یک فرد تنها نیست. او بخشی از یک جامعه ناشناس است. و اینجا پای یک نام دیگر به میان می‌آید. آنونیموس. آنها نه رهبر دارند، نه ساختار رسمی و نه دفتر مرکزی. یک شبکه غیر متمرکز از هکرها و فعالان دیجیتالند که از اوایل دهه 2000 در فضای اینترنت شکل گرفتند. We are everywhere and we are more than you can imagine. Be afraid. Guy Fawkes Maske. Of the United States. This is a message from Anonymous. To the President of Indonesia. I'm sorry I've broken. آنونیموس از همین ماسک استفاده کرد. چون ماسک گای فاکس دقیقاً همان چیزی بود که آنها می‌خواستند بگویند. ما یک نفر نیستیم، ما یک ایده ایم. در واقع آنها در عملیات‌های مختلف علیه سانسور اینترنت، فساد یا سازمان‌هایی که به نظرشان سوء استفاده می‌کردند وارد عمل شدند. از حملات سایبری به سایت‌های دولتی گرفته تا حمایت از جنبش‌های اعتراضی در کشورهای مختلف. ماسک گای فاکس در تظاهرات دیده شد، در مقابل ساختمان‌های دولتی، در ویدیوهای اینترنتی با صدای تعقیب داده شده. چهره‌ای که زمانی قرار بود با انفجار شناخته شود، حالا با ناشناس بودن شناخته می شود. گای فاکس در سال 1605 می‌خواست با بارود ساختار قدرت را از بین ببرد. آنونیموس در قرن 21 با کد و سرور و داده کار می‌کند. یکی زیرزمین پارلمان را انتخاب کرد، دیگری زیرساخت‌های دیجیتال را. اما هر دو یک پیام مشترک دارند. قدرت همیشه مطلق نیست. با این حال نگاه به گای فاکس کاملاً دوگانه است. بعضی او را یک تروریست می‌دانند، بعضی یک انقلابی، بعضی فقط یک ابزار نمادی. واقعیت این است که خود ماسک نه خوب است نه بد. معنایش را کسانی تعیین می‌کنند که آن را به صورت می‌زنند. وقتی یک معترض مسالمت‌آمیز آن را می‌زند، تبدیل به نماد آزادی بیان می‌شود. وقتی یک گروه افراطی از آن استفاده می‌کند، معنا تغییر می‌کند. نمادها مثل ظرفند. هر نسلی محتوای خودش را در آن می‌ریزد. شاید مهمترین نکته همین باشد. گای فاکس نتوانست پارلمان را منفجر کند، اما تصویرش قرنها بعد مرزهای جغرافیا را رد کرد. او از یک بدن تاریخی تبدیل شد به یک صورت جهانی، از یک فرد به یک مفهوم. و شاید این همان چیزی است که قدرت‌ها بیشتر از هر چیزی از آن می‌ترسند. نه یک انسان، بلکه یک ایده که می‌تواند تکثیر شود. چون انسان‌ها را می‌شود دستگیر کرد،
می شود محاکمه کرد، می شود اعدام کرد. اما ایده ها ماسک عوض می کنند و دوباره برمی‌گردند. چرا نمیمیری؟ چرا کشته نمیشی؟ پشت این ماسک بیش از گوشت و استخوانه. پشت این ماسک یک ایده است آقای کریدی. ای ایده ضد گلوله است.